سلام عزیزان، وقتتون بخیر. طبق پیش بینی دیروزمون قیمت بیت کوین نزولی شد و فعلا داره مسیری که براش پیش بینی کردیم و میاد تا ببینیم که آیا به سطح 84000 دلار برمیگرده یا نه. فعلا ما این کار نداریم، میذاریم مسیرشو بره. براتون یه سری تحلیل جدید دارم. بحث نمودار بیت کوین و طلا رو قبلا توی کانال مفصل بررسی کردم، ویدیوشو میذارم حتما ببینید. میخوایم بررسی بکنیم ببینیم وضعیت آینده این چطور خواهد بود. میریم سراغ طلا، میبینیم همونجور که تحلیل کرده بودیم قیمت طلا هنوز داره صعودش رو انجام میده و احتمالاً تا سقف این کانال میاد جلو. بعد از اون طلا میتونه قیمتشو برگرده و دوباره اصلاح بکنه، بیاد روی همین محدوده‌هایی که هست، یعنی تا 4800 بره، دوباره برگرده بیاد رو همین حدود 4400. ولوم هم به صورت کاهشی است، یعنی نشون میده اینجا دیگه هیجان معاملات کمتر شده. ما فعلا خریدای هیجانی توی طلا داریم که نمودار CVD داره به ما نشون میده، اما حجم این خریدای هیجانی کم هست و RSI هم نتونسته قله قبلی رو بزنه. اگر اینجا احتمالاً تا سقف بیایم و RSI نتونه به قبلی برسه که این خیلی محتمل هست، یه دایورجنس واضح داشته باشیم برای طلا، میتونیم این ریزش رو برای طلا در نظر بگیریم. برای کسایی که این بالا بخرن ریزش حساب میشه، وگرنه خیلی ریزش عمیقی احتمالاً هنوز نداریم برای طلا. یه اصلاح یا استراحت موقت خواهد. اما یه نمودار دیگه براتون دارم که خیلی جذابه و این روزا بحثش زیاده. زرنگا به من بگن این نمودار چیه؟ بله درست فهمیدید، نمودار مقایسه طلا و نقره. دقیقاً به همین دلیل که عملکرد نقره خیلی بهتر از طلا بوده، الان صحبت نقره زیاد هست. ولی باید خیلی محتاط باشین، چون الان ما توی این مقایسه توی یک سطح خیلی مهم هستیم و با وجود ریجکت هایی که قبلا داشتیم میتونیم بگیم که اینجا یک نقطه خیلی مهم هست. فیبوناچی هم دقیقاً داره به ما همین نشون میده. انتظاری که از نقره نسبت به طلا داریم اینه که با توجه به اینکه الان هم طلا و هم نقره در اشباع خرید هستن، ما یه سری اصلاح یا استراحت رو برای هر دوتاشون داشته باشیم و این اصلاح و استراحت میتونه در نقره شدیدتر از طلا باشه، یعنی این نمودار رو به سمت بالا برگردونه به نفع طلا. اما بعد از اون اگر بخواد گارد نقره همچنان صعودی باشه و این کف رو بتونه با موفقیت بشکنه، از اونجایی که این سطح معتبری هست میتونه یک جهش بزرگتر به نفع نقره باشه. به عنوان یه توصیه کلی میگم هیچ وقت در سقف‌های هیجانی وارد خرید نشیم، خصوصا اونی که رشد بیشتری داشته میتونه ضررهای سنگین‌تر هم به ارمغان بیاره. اگر نقره بخواد از این سطوحی که داره اصلاح بزنه بیاد به سمت پایین، توی دلاریش میتونه تا حدود 20% ریزش داشته باشه، ولی برای طلا این اصلاح یا ریزش میتونه نهایتاً تا حدود 10% باشه، مگر اینکه ما وارد فاز اصلاح‌های عمیق بشیم که طلا بخواد به محدوده زیر 4000 دلار یا 4000 دلار دوباره برگرده، که در این صورت ریزش نقره میتونه خیلی شدیدتر باشه. اما این سناریو که طلا بخواد ریزش کنه و نقره صعودی باشه یه مقداری سناریوی دور از ذهنی است، هرچند که هیچی توی بازار غیر ممکن نیست. آخرین که تمام تحلیلایی که من براتون قرار میدم بر مبنای دلار هست، نه تحلیلای ریالی.